ترس در ذهن میشه پیدا میشود مثلا یگان کسل میشه بیمار میشه وقتی کسل شده ترس اومدن میگیرد وقتی که یگان حقیقت خورده ترس اومدن میگیرد یک سه خورد کرده ترس اومدن میگیرد وقت در همین ترس چند سبب داره که با هم راه میبرده کار کنه ریسک حلال یابد و نترسد همین آدم که این صبح دور شد حق مردم حق خلق خود بعد ترس میشه بعد پیش فولچین پیش میلیون میره پیش بمیره بعد همین راه راست خضروی هیچ کس نمیکنه اول ای خدا میترسم با این مردا دیگه هیچی نمیترسم خیلی ما همین بلندی بترسیم ترکی بترسیم یکون چیزگاه نداریم یکون شکایت نداریم دیگه چرا از بلندی و ترکی میترسید؟ خیلی که همه خیلی که جون شیرینه ترکی داد یا جینده یا چیزای که تا همین برمادان همین مثال وقتی بلندی دمی بروی میگی او میگرتم او یا چی میشم او از زندگی میمونم مثال ایزان کودک فرزند گشنه و تشنه میمونه همه قاچه یعنی تمام ای خدا میترسم بعد ای سلامتی فرزندان میخوام همه وقت سلامتیشون باشه تمام دیگه هیچی نمید چیزی برای ای دست دادن به غرض فرزندان ندارم